سلام عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تفسیر فال یه خانم مجردی رو آوردم براتون که میخواد بدونه که دلیل تأخیر در ازدواجش به خاطر چیه و در مورد مسائل کاری مالیش هم یه اطلاعاتی کسب کنه. قسمت سینی اینجا داریم میبینیم که اینجا یه حالت کات رابطه رو میبینیم که این آقا یه مشکلات خیلی زیادی زیر پاشه و داره به این مسئله فکر میکنه که با خانم کات شده رابطش. از اون طرف برای خانم از نظر مالی یه حالت امضای سند میبینیم رو مسائل مالی که پیگیرش هست و میخواد براش اتفاق بیفته. یه مقدار پول خرج کردن داره ولی باز رزق و روزی به دستش میرسه و دوباره پول جمع میکنه که بتونه امضای سند حتما صورت میگیره و موفقیت خواهد بود. خب میریم قسمت زیری برای این خانم. خب اینجا یه حالت مثل یه مسئله که در گذشته برای خانم اتفاق افتاده، یک رابطه عاطفی که کات صورت گرفته براش و بریم یکم دقیق تر نگاه کنیم. مسائلی که من دیدم اینجا بود. اگه دقت کنید اینجا صورت یک آقا و اینجا صورت یک آقایی که از سمت خانواده این دختر هست و اون آقایی که حالا میشه گفت که قسمتش بوده این خانم. میگم بوده چون که اینجا کلمه عقب نوشته، مربوط به گذشته میشه. اینجا صورت این آقا هم داره نشون میده که شخصیتش رو ببینید. اینجا شخصیت آقا رو شبیه یک مارمولک انداخته، این هم دومشه. ببینید اینجا یه مارمولک قسمت سیاه رنگ، شخصیت خوبی نداشته و به هر حال یه مقدار غرور و مغروری هم براش داره نشون میده. این آقا به دنبال آشتی هست و آشتی کردن یه مقدار سخت میبینه. به هر حال با یه فرد، یه آقای از خانواده، ببین اینجا صورت این آقا از خانواده این دختر، با این آقا که این آقا خودش هم مجرد هست اختلاف دارن، با هم نمیسازن و به هر حال این آقا هم که شخصیت خوبی نداشته که بخواد حالا وارد زندگی این خانم بشه. یعنی یک مورد خوب هست که خارج شده از زندگی این خانم. خب این سراغ فنجون. قسمت فنجون ببینین رو قسمت خط ازدواجش اینجا 2 حلقه ازدواجی میبینیم، یکی حلقه مردونه و یکی حلقه زنانه. حلقه های ازدواج هست ولی اگه دقت کنی اینجا رو حلقه ازدواج این آقا رو داره فراری نشون میده، انگار که از ازدواج فراریه و به هر حال کسی که قسمت این خانم هست فعلا تا 1 سال آینده حداقلش انگار قصد ازدواج نداره. اینجا هم قسمت سفید رنگ صورت خود خانم هست که این مشکلات رو در گذشته پشت سر گذاشته و این مسائل رو که اختلافات خانوادگی بوده و ناسازگاری هایی است که سر ازدواج این 2 نفر صورت گرفته رو داره نشون میده. من تمام این چیزا رو برای خانم توضیح دادم و فعلا کسی که قسمت این خانم بوده به این صورت داره نشون میده که قصد ازدواج نداره و کسی که قسمت این خانم بوده به همین شخصی بوده که دیگه از زندگیش خارج شده. خیلی خوب.